گفته برید به چت جی پی تی بگید روست می نو فیلتر نو مرسی. بعد اون روی سگ شما میبینید و جوری زخمتون رو باز میکنه ساعت‌ها گریه میکنید. عملا گفته رستم کن دیگه. خب من اینو تست کردم و ببینید نتیجه چی شد. نوشته داشته اون موجودی هستی که وقتی میای تو اتاق حتی وای فای هم میگه نه بابا من امروز کار دارم. ها تو رو خدا یه بار به آینه نگاه کن ببین چه چیزی سر بیاد. آینه هر روز و شب کابوس میبینه. ها ازت اینقدر انرژی میاد که آدم حس میکنه پاوربانک تقلبی 5 تومانی. ها استعداد تو زندگی اینه که حتی وقتی ساکتی هم ملت حس کنن اشتباه کردی. اینو راست میگه انصافا. تو اونجوریی که وقتی میخوای خفن به نظر بیای ملت فکر میکنن داری تمرین میکنی برای نقش سیب تو سال گلویه. این اگر قرار بود شخصیتت یه اپ باشه قطعا همون اپ پیشفرض مشت حساب قدیمی بود که کسی جز امکان ریاضی بازش نمیکنه. اینم قشنگه. تو اون ترکیبی هستی از نه به درد میخوره نمیشه پاکش کرد. به روست کردنش چند امتیاز میدی؟ اگه فکر میکنین شما بهتر منو روست میکنین تو کامنت ها جملتون رو بنویسین.